سلام به شما زبان آموز عزیز. به قسمت دوم از دوره گرامر پایه زبان انگلیسی خوش اومدی. در جلسه قبل یاد گرفتیم که هر جمله از چند بخش اصلی تشکیل میشه. فاعل، فعل، مفعول، قید مکان و قید زمان. حالا میخوایم اولین بخش یعنی فاعل سابجکت رو دقیق یاد بگیریم. تا وقتی فاعل رو نشناسی جمله درست ساختن ممکن نیست. فاعل یعنی کسی یا چیزی که عمل جمله رو انجام میده. مثلا I read، کسی که میخونه من هستم پس I فاعله. یا he plays football، کسی که بازی میکنه او هست پس he فاعل جمله است. در انگلیسی فاعل معمولاً یا اسم هست یا ضمیر فاعلی. برای اون که اسم رو تکرار نکنیم از این ضمایر استفاده میکنیم. فقط 7 تا هستن. پایه تمام جمله سازی ها. I, you, he, she, it. نکته مهم، ضمیر it برای انسان استفاده نمی شود. مثلا It is raining. It's a cat. It is cute. چند نکته طلایی درباره فاعل ها و ضمایر فاعلی. 1. در انگلیسی همیشه باید فاعل بیاد. فارسی میگیم میرم ولی انگلیسی باید بگیم I go. 2. فاعل همیشه اول جمله میاد. هیچ وقت جمله با فعل شروع نمیشه. 3. وقتی فاعل he, she یا it باشه فعل با اس میاد. مثلا He plays football. She reads a book. It runs fast. 4. برای سایر فاعل ها اس نمیگذاریم. I play football. They play football. حالا نوبت تمرینه. من چند گروه کلمه میگم تو جمله درست بساز. تمرین 1. Watch every night TV you. تمرین 2. Football on Fridays play he. تمرین 3. Go in the morning we to school. خلاصه امروز فاعل یعنی کسی که کار رو انجام میده. ضمایر فاعلی 7 تا هستن. I, you, he, she, it, we, they. فاعل همیشه اول جمله میاد و با he, she, it فعل به اس ختم میشه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی دیلی سپیک رو از دست ندی. مرسی که تا آخر همراه من بودی.